در جلسه غیرنوبتی نزد رئیس شهر خاروغ میرزا نبات علیشیر خدابردی، معاونان رئیس شهر خاروغ، رئیسان محله‌ها، سروران مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و تا مکتبی، سرداران ساختار و مقامات شهری و دیگر فعالان مرکزی ولایت حضور داشتند. رئیس شهر خاروغ بابت آمادگی‌ها به جشن ارجمند و مظفر ملت سیومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و مهمیت سهمگذاری خاروغیان در سزاوار استقبال نمودن این تنین باشکوه وطن، اینچنین با استفاده از این روزهای پرنکهت بهاری اشتراک دست جمعانه در خرمگردانی و آبادانی مرکز ولایت ابراز اندیشه نمود. در این راستا اندیشه‌های رئیس شهر خاروغ را سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کیستان بدخشان گنرال مایور سلیمزاده عبدالصمد مومن تقویت بخشیده عرض داشت که برای بنده باعث افتخار و سربلندی است که امروز در این منطقه بهشت آسای وطن بدخشان نازنین در خدمت مردم قرار دارم. گنرال مایور سلیمزاده عبدالصمد مومن ابراز نمود که چندین سالها آرزو و حتی مقصد داشته است که برای تامین امنیت مردم متین اراده و سربلند با ناموس و با جرأت بدخشان خدمت نماید و در یک جایگی با این مردم شرفمند دیار در تنجیو و آبادی وطن سهمگذاری نماید. نام برده گفت که طی چند روز با تمام ساکنان منطقه‌های قلمرو ولایت مختار کیستان بدخشان صحبت خاصه را دایر نموده است و تاکید بر آن داشت که مقامات امنیت ملی صرف مقامات مردمی است. وظیفه و هدف اولین درجه آن خدمت به مردم، تامین امنیت مردم، تامین امنیت ملت می باشد. یک پارچگی دولت، سرجمعی مردم، آرامی جامعه همین گونه باید باشد مرام هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان. ما امروزیان نسل مردمی بزرگ با نام تاجکان، وارثان سزاوار اجدادان خود و فرزندان آگاه و خویشتنشناس نیاگان هستیم. برای ما هر یک وجب خاک سرزمین اجدادی بزرگ است و در حفظ آن همه ما موظف هستیم. ما قادر هستیم که آن میراث‌های بزرگی که نیاگانمان برای امروزیان باقی مانده اند در همدیگر فهمی، در صلح و صلاح، در امن و امانی به نسل‌های آینده با بی‌آلودگی به میراث گذاریم و بر رغم بدخواهان ملت بر ضد هدف‌های غرضناک آنها ایستادگی نماییم. همزمان در جلسه سردار نو شعبه ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر خاروغ مایور رجبزاده کامران اسرائیل معرفی گردید. رئیس شهر خاروغ میرزا نبات علیشیر خدابردی در انتهای جلسه غیرنوبتی فعالان شهر قید نمود که امسال برای ساکنان سراسر جمهوری من جمله خاروغیان سال بسیار هم مهم و تاریخی می باشد. مرحله 30 ساله پیشرفت وطن نتیجه گیری می گردد که این باعث افتخار خرد و بزرگ مملکت بوده. بار دیگر بازگو از سرجمعی و زحمت پسندی و آبادکاری مردم تاجیک می باشد. ساکنان شهر خاروغ نیشچون دیگر شهروندان تاجیکستان عزیز در سمت خرمگردانی و وسعت کارهای سازندگی و آبادانی تلاش بیشی دارند. در این شهر نازنین وطن خاروغ که شهر دیار دامن گردون نام برده می شود و با قله‌های سفید وطن هم شفت است، در بلندی زیاده از 2000 متر از سطح بر قرار دارد و دارای ساکنان زحمت پسند و وطن دوست می باشد. دهها انشاءات جدید در عرفه 30مین سالگرد آزادی کامل وطن مورد بهره برداری قرار داده می شوند.